تمام مجاهدین افغان نوکران بیگانه بودند و اکنون طالب نیز نوکر پاکستان. اصلا این حرف درست نیست. این حرف احمقانه ترین حرفه. این اهانت به پاکستان برادران مجاهده. اگر پاکستان به مجاهدین کمک میکرد، پاکستان یک کشور مسلمانه، واجبش بود شهید ضیاءالحق خداوند شهادتشو قبول کنه. بنده شهید راه جهاد افغانستان میدونمش. این عیبه که برادر یک کشور مسلمان با مسلمان کمک بکنه، بلکه واجب همه کشورهای مسلمانه که مجاهدان و طالبان و دیگران رو کمک کنند، برادران مسلمانشون رو کمک کنند. اینا مزدوریه. مزدوری اینه که انسان از بیگانه کمک بگیره برای برادر مسلمانش. اون مزدوریه. اونی که قرآن دربارش میفرماید و من یتولهم منکم فهو منهم. کسی که از اونها مزدوری اونها را بکنه از اونهاست. یعنی حکمش حکم کافرانه. لیکن شما که نمیدونید خدا بیدارت کنه. طالبان نوکر افغانستان، نوکر پاکستان، و مجاهدان نوکر پاکستان بودن، مزدور بودن. اینا جنایت این حرفا. بلکه واجبه بر هر مسلمانی که برادر مسلمانشو کمک کنه. ضیاءالحق چرا کشتن؟ به خاطر که راضی نشد. امریکا چرا ضیاءالحق کشت؟ بلکه راضی به حل سیاسی نشد. میخواست افغانستان با جهاد پیروز بشه. مثل امروز در پاکستان افغانها مثل پاکستانی هستند تا الان با این همه مصیبتی که سرشون اومده بعد از ضیاءالحق، خدا رحمتش کنه، شهید راه جهاد افغانستان. اما ایران ببین با افغان چطوری برخورد میکنه. در فرهنگ ایران، در سیاست ایران، در روزنامه های ایران به برادران افغان چنان تحقیرشون میکنن که ما شرمنده ایم. اگرچه خود ما رو تحقیر میکنن، هرچه سنی تحقیرش میکنن، هرچه غیر فارس تحقیرش میکنن. روح مجوسیت در این مذهب نمیده، روح نجات پرستی در این مذهب نمیده. درست مثل صهیونیستا. من در ایران و پاکستان زندگی کردم و میدونم که همسایه ناخالف ما با ما چگونه رفتار میکنن. خب پس در این مورد ما متفقیم. وقتی رفتار همسایه ناخالف رو دیدید، لیکن رفتار پاکستان رو با شما باید ارج بگذارید. پاکستان یک رئیس جمهور شهید داده به خاطر شما. با شما میگه که طالبان نوکر پاکستان هست. اگرچه هر کشوری دنبال مصلحت خودشه، هر کشوری دنبال مسائل خودشه. پاکستان هم دست لایک هاست، دست اسلامی ها نیست.